موضوع ما برای автомат کلاشنیکوف اکیم افرازده فانچه مکار دینامیترا ستاری автомат کلاشنیکوف 5 نمیگذاریم یارو که автомат کلاشنیکوف یارو که خودکاری فردی بوده برای سلوگو کردن هجوم دشمن در مسافه تا 1000 متر پیشگیری کرده شده است. Bakın. Barış. Rosta. خوش آمدید. شخصا از نام خودم بعد از نام هیئت شخصی بتالون همه شما را خوش آمدید میگوییم. شما برای تبریکات ما بخشیده به 24مین سالگرد ارتش ملی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان در نزد سربازان قسم حربی در نزد محافظان قسم حربی خدمت کردین. ما افسران و سربازان قسم حربی با تنتنه وعده میدیم برای دفاع و خلق و دولت ملت همیشه تیاریم. سلامت باشین. خوش آمدین. یک روز پیش بدونید چی اید بود؟ ایدی عاشقو اگه سالدان بدارم همین سرباز دایما چون عاشقم کو هسته وجد عاشق هسته یا کو دستا رو برداره نه هسته عاشقه 50% هم عاشق هسته نسته مردم همه وقت عاشق باشه نه همین زندگی همه قچیش بمونه عاشقی همه وقت باشه در تی دل دوام میکنیم که عاشق باشه اگه عاشقی گفتیم عاشق خیلی با اونی که نه عاشق وطن مادر عاشق زندگی همه طرفا باشند سربازای عزیز عاشق باشند. شما که گفتیم امروز اگه هفته‌نامه آیله تصمیم گرفته است که همه خیلی سرجمی کنیم و خوشی و خرسندی کنیم کمی هم باشد غم و اندوه دل فراموش کنیم و تکرار از نام اپای مهربانمان اپای فیروزا شما را تبریک میکنم. بازم همه خیلی هفته‌نامه های آیله ولی همه خیلی برادرها زیاد شوند و ما را روبرو کنند و همه خیلی سرجم باشیم و خوشی و خرسندی کنیم. بازم مبارک باشه که عاشق که گفتیم که روزی عاشقا بری عاشقا گپ نزنیم نمیشوم. ما خودم بچه که عاشقم همه دل جگرم اگه چوی تر میسوزه باور بکن من خودم گنده بچه عاشقم همه ما عاشق باشن که بری عاشقا گفتم میگه کی دیوانه بدای من هوشیار رد گفتم اوه دیوانه بدای من هوشیار رد گفتم 99 بدای من 1000 رد گفتم هر آنچه گفتم کلکوتکی سفید پوشیده به ازارت گفتم اکازی جوانو همه چیره ماده میکنن با همه دی ماده نشه 2 سال که خدمت کردن رفتن عموما ماده را نگاه نکنید فقط مرد و نوار ما تاجیکیم مردم خیرتمند تاجیک باید تاجیکانه باشد گفتار تاجیکانه رفتار تاجیکانه میگه هر کی ما را یاد کرد ما هم عقل داریم کم کم رو یاد میکنیم همه وقت در یادی هم دیگر باشه در حرمتی هم دیگر باشه در خدمتی هم دیگر باشه البته مردم خیرتمند تاجیک مردم تاجدار تاجیک در حرمتی هم دیگر است در خدمتی هم دیگر است های استادا یاد میگیریم گذشتگی یاد میگیریم سالهای پیش پدرامون مادرامون عاشقی میکردن انا استادا ببینید همین کسی که 40 ساله بالای عاشقی را میدونه 40 ساله پایان عاشقی نال سالهای پیش پدرامون مادرامون عاشقی میکردن استادم خیلی بوده اول رفتی نظر به چشمانش کن اول رفتی نظر به چشمانش کن دویم به لبو سیم به دندانش کن چهارم بینیگر خال دارد یا نه پنجم بینیشی جانک تا قربانش کن اینا بی جانک قربان میکردن انا که جوانای حاضره پتسنای حاضره که عاشقه اگه عاشقه حاضره اول رفتی نظر به تلفنش کن که آیفون که حیوان اما رفتی نظر به تلفنش کن دویم باشد و سیم بس پیچکی گردنش کن 3 تا دانشجو بودن یک تا شیخ ولایت مختار کوهستان بدخشان یک تا دیگه شیخ خوجند باستانی لیل‌آباد نام داره یک تا دیگه همین دانگرا هر سر زردشنبه شهر میخونن دیگه همین خوراک شامشون خوردنی میشون که همین برادر دانگرگی من میگه بچه‌ها بیا همین تربوز نمیخوریم شب خو میریم کسی خوابی زور ببینه خوابی سویج ببینه سحر قتی میخواد خوابش نقل میکنه تربوز میکشن میخورن شکمه کی سر درس نمیرم میگن خب شب خو میرم سحر بر وقت میخیزن یکم برادری بدخشانی مونو میپرسن پو میرم میگن چه خود دیدی آها میگن راستی که پویم ما از بدخشان به دوشنبه اونها دوشنبه به بدخشان ما در پبرود اونها در پبرود
ما سیگنال آنها به دریا ما تماشا گفتن که کینو نقل کردن میگیرن میگن شد نه بعد برادر خوجندی مونده میرسه میگن تو چی خواهد دیدی راست دیگه بگویم می یک تفلک خریدم تفلکم پاچکه میز خانساز که ولی بابا گفتم قطعی کوچم یک تفلکی نو خیلی میگن شد نه بعد برادر دنگرگی مونده میرسه میگن تو ما را پرسیده خودت چی خواهد دیدی میگن راست دیگه بگم همیشه خور رفتم خوام نبرد خیسم هم تربوز خوردم عیدتون مبارک باشد از نام افتنامه از نام اپای فیروزه ستاری همه شما را تبریک میکنم از نام این کس آمدیم ما در خدمت شما سلامت باشه مرا مسرور برای شما یک سرود برای سرباز قطار تو مردی وطندار ای عسکری قطار تو مردی وطندار چون گوهرکی چشم او را تو نگه دار چون گوهرکی چشم او را تو نگه دار پشتای کوه دست و یالا بینی بزه عجب عجایی بزه عجب عجایی بزه خنده ای دخترانی نازنینی او عجب دلفریب سعی بیکن تو سرگزان و بعد از آن غرغرن بیاد بیبی تو جور جان شورتی سنگ تو درن شورتی سنگ تو درن شورتی سنگ تو درن شورتی دنغررن شورتی سنگ تو درن سیر جهان کردی و خمیده بیا یک سره بیا یک سره در تماشایی دنغرن تو با تماشایی بیشت نازنین دنغرن بیا یک سره در تماشایی دنغره زیبا شده سیر و تماشا بیا مسکنی گل ها شده چیدنی گل ها بیا مسکنی گل ها شده چیدنی گل ها بیا چیدنی گل ها بیا چیدنی گل ها بیا سیر و تماشا بیا سیر و تماشا بیا
سلامت باشم از آب نالی خانم شکرانه می کنم از تفلکان لانم شکرانه می کنم یاران طلب نکردم سیم و زری جهان با شعری جاویدانم شکرانه می کنم ما را وطن چو مادری غمخوار مشفق است بر مادری یگانم شکرانه می کنم دردی وطن اگر بود صد باری دوش من با دردهای شانم شکرانه می کنم من ریزه چینی خیرمنی شعری ترانه‌ام بر ریزه های دانم شکرانه می کنم امروز روزی وحدتی مردان ملتم با مردمی شادانم شکرانه می کنم شکری هر یک پاره نام می کنم شکر خاکی تاجیکستان می کنم تاجیکستان این دل و جانی من است شکری هر یک خانه آن می کنم سرباز کاتوری امیرعلی نورانی شد توی 11 مشاورتی در قسم عربی 1383 همشون میخوانی وامانده خدمت تمام پیش بوده است هوایی‌نان گفتنی هستم که خیلی خدمت تمام خوب است شرایط هم حالی است هم خود خود تمام است خدمت تمام خوب است ما سرباز کاتوری خالق خوشرو واسه قوای مسلح جمهوری تاجیکستان طول 5 ماه است خدمت میکنم از ولایت سوق ناحیه قانچیل آمدم سرجانت باید بودیم یعنی در قسمی عربی 13483 به طول 1 سال و 10 ماه می شود که خدمت میکنم. خب شرایط چگونه است؟ شرایط بهترین از پیشتر مثال خورد و خوراک بهترین مثال خب طریق هفته‌نامه اویلات چی گفتنی ها هستید با جوانان با پدر و مادران و شخصانی که شما را انتظار هستند شخصا گفتنی هم با جوانان که خدمت وطن مادر را برای هر یک جوانمرد قرض است اصلا مثال همین جوانمردانی که مثال ما با سن 20-21 ساله می‌داریم برای پدر و مادر خود یعنی خدمت میکنیم که مثال پدر و مادر خودمون را حمایت کنیم مثال شخصانی بیگانه با مثال دولت ما هجوم نکنند مثال وطن خود را حمایت نماییم برای جوانان گفتنی هم که مثال مردانه‌وار بیایند یگان مشکلی ندارد من طول 1 سال و 10 ماه می شود که در قسم حربی 13483 به خدمت میکنم یگان مشکلی یعنی نمیبینم یگان مثال زن و زنی و پیشه مثال از بین رفتگی همه مثال رنگی برادر همچون برادر مناسبت می‌نمایم